خونت 0 RH مثبت است. AB مثبت است. باوری داری؟ بله. فهمو. جناب یونس، این رو خودتون پس از نیم ساعت میبرورید، میتوانی؟ البته میبرورم. رفیقان برای میگون تاکسی جیغ نمیزنید؟ الکای آماده است. باقی مونده‌اش رو شما میکنید. شما بخیر. جزدانم شما بخیر. با من چای بیارید. رفتیم رفیق راننده. خدا رو شکر. شکری نامد خدا جان. چی شد راه دید؟ ما برای ما خیر دروازه رو کشوید. خدایا توبه حاضر دیوانه میشم. چی شد آخر؟ جنابی فرهاد بگوید دروازه رو کشوید، ما برایم. بگوید. فرا جنابی فرهاد، من دیگر برای شما یگون کار کردن نمیتوانم. خدا به بیمار شفا دهد. ما رو جواب دهید اکنون. رفیق راننده رفتیم. اپا خواهش میکنم برای من به خانه رفتن میخواهم. برای چی آن خانه را به سطل ریختی؟ مقصدت چیست؟ چون که به من دروغ گفتی. اون شخص پدری تو نیست و امکان ندارد که پدری تو باشد، چون که گروه خونی تو دیگر است و گروه خونی او دیگر است. این ناممکن است. اگر حقیقت رو میگفتی هم او رو معالجه میکردم. کاش اون نقلی که جیانت کرده است راست باشد. آخرین شخص کیست؟ شخصی که تو رو کلان کرده است، شناست است، یا اینکه مثل پدرت است، شخصی دوست داشته است؟ کیست تو؟ رفتیم. ماشین در اینجاست. رفتیم. کنی زود سوار شوید. راه دور است. من نمیروم، در همینجا میستم. به استانبول رفتن نمیخواهم. من در بولو میستم. قبری پدرم را ماندن نمیروم. من بعد پدری تو من هستم و چیزی که من گویم همون میشود. اکنون با ماشین سوار شو. زود سوار شو. گوش کن خانم دکتر، تو جراحی کرده آن شخص را نجات دادی. دیگر کاردار نشو. چخیل کاردار نشوم؟ تو چرا مرا به این کار همراه کردی؟ اون شخص را برای چی پروندن؟ من دانستم بسیار میخوام. نلق. کار سرکردت را به آخر رسان. با تو بر این دکتر این زیبنده است. چرا سفسطه میخونی؟ برای چی در اینجا باید مونم؟ شما چی کار میکنید؟ به شما گفتم که اکای من پلیس است و فکر میکنید که مرا جستجو نمیکند. شما کیستید؟ چی مقصد دارید؟ اون شخص رو تو پروندی ها؟ تو پروندی او را؟ بسرت چی مشکلی ای که آید از بسیار فکر کردن می آید. کمی آرام شو. تو چه ها میگویی؟ چرا سفسطه میخونی؟ این چیست؟ تو چی نیت داری؟ اول همین رو به من بگوی. بدان که من با تو در اینجا هستی. چیزی دیگر را دانستن از شرط نیست. تو به خدا دیوانه هستی. سرده مرا.